خب در حقیقت بسیار لحظه‌های غم‌انگیز که ما در تاریخ هفته آخر گذشت، جنگ و خب نافهمی ها در مرز تاجیکستان و قرقیزستان خیلی در حقیقت لحظه تأسف آور است که خب جوانان در اینجا جان خود از دست دادن. ببینید بسیار مصیبت سخت. هرگز این حالت نباید در بین جامعه ما شود، چون که مردم ما همیشه مردم صلح پرور، مردمی که همیشه خب مردم عالم حتی با صلح و دوستی دعوت میکنن. ما این لحظه تلخ از سر گذشت، مردم ما دیدن که چگونه حالتهای سختی بود که مردم جگربند خود از دست دادن. ما شکرانه میکنیم خدا را که پیشوای ملت را خدا برای ما ارزانی داد و مردم را سرجم کرد. مثلا روز 16 بود، در تاریخ 16 در دهه ما یک جوانمرد آوردن 35 ساله که پلکونیک برادر رستم جان برای دفاع مرز و بوم در آنجا خب جان به حق تسلیم کردند که در حقیقت لحظه اندوهوار است. نباید مثلا مردم دست به قتل و قتال بزنند، بلکه باید به دوستی زندگی کنند، در حالت دوستی. زیرا اینکه خب آدمان از دوستی آبند بخت، دشمنی آرد به مردم روزی سخت. ما میبینیم در حقیقت جامعه ما، وطن ما چقدر وطنی تینج آرام که مردم خب قرقیز هستن، قرقیز زبان ها هستن، وجود دارن. ما برادروار زندگی میکنیم، دو گرفت رفت آمد در یک جا نشسته. حتی ما همین روز همین میز مدوری که برپا کرد در همین شهر حصار به خاطر چی؟ به خاطر محبت ایجاد نمودن بین همین ملت ها بود که سالها شد زندگی میکنن. انا ببینید که چنانه که بیان گردید 70 سال شد زندگی میکنن، هنوز هم به برادری و دوستی در این سرزمین حیات به سر میبرن. ما امید داریم که همین خیل نافهمی از بین برود. ما دونسته باشیم که در حقیقت این تینجی و صلحی که در کشور ما هست، پیشوای ملت ما با چقدر زحمت‌های زیاد برای این مردم خب سببگاری اهدای این مردم شدن تینجی و آرامی را، ما باید این را همچون گوهره که چشم حفظ کنیم. من و از جانب خودم از تمام آنهایی که در این میز مدور شرکت داشتن برای برادر ما رستم جان تسلیت بیان میکنیم و برای پدر و مادر صبر جمیل میخواهیم و میخواهیم که همیشه در کشور ما مردم در فضای تینج و آرامی و صلح و دوستی حیات به سر ببرند.